بله سلام علیکم، بفرمایید. قربان خسته نباشین. سلامت باشید برادر عزیز. می‌خواستم با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، صداتون داره در برنامه زنده پخش میشه، بفرمایید. سلام آقای انصاری عزیز، حال شما خوبه؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله موفق شدم بعد از چند سال مبارکتون پیش دارم و مستقیم باهاتون صحبت بکنم. سلامت باشید، ما هم خوشحال شدیم، بفرمایید. بنظرم بین صحبتایی که میکنیم و این خواهر عزیز که تلفن زدن واقعا اینا نمیدونن آقای انصاری، اینا آخنده بهشون چیزی نگفتن، یادشون ندادن، همه از چین کدورت صحبت کردن. اصلا نمیشد که اینا حقیقت حالا شما توضیح دادیم براشون و ایشون خواهر عزیز شما شبکه‌های توحیدی نگاه بکنید ببینیم ما محبت اهل بیت چطور داریم. ما تمام اهل بیت رو دوست داریم. اگر یه سنی اهل بیت دوست نداشته باشه مسلمان اصلا نیست، اصلا از دین در رفته. ما تمام اهل بیت تمام خاک پای اونا سرمه چشم ما است. اینا به شما دروغ گفتن. خواهر عزیز، خواهر گرامی، شبکه توحیدی الان ما چهار شبکه توحید داریم، شما نگاه بکنید ببینید یه روز اینا درباره یعنی مثلا فرض بکنم بعضی مثلا حسن و حسین و اینو میگن، نمیگن هیچ کدوم اصلا عیبه برای ما که ما اینا چشم ما هستن. اینا همه اهل سنت و جماعت بودن. شما نگاه بکنید از اول حضرت علی تا 11 که شما ما قبولشون داریم، اینا همه اهل سنت جماعت بودن، اصلا شیعه اینا نبودن. شیعه همین پیرو. خواهر عزیز شما نگاه بکنید به شبکه‌های توحیدی و انشالله که آگاهی بیشتر پیدا می‌کنید. آقا انصاری علیزاده از خدمت مرخص میشم. زنده باشید، الله متعال حفظتون کنه. تشکر از تماستون، خدا نگهدارتون. ببینید ما برای فضیلت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همین بس نیست که ما در هر نماز در تشهد بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم درود میفرستیم. و هر سنی که این درود رو در نماز خودش در هر تشهد خودش بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نفرسته نمازش قبول نمیشه. از این فضیلت بالاتر چی میخواید؟ مگر در غدیر خم، البته اون برداشتی که آخوندا میکنن از غدیر خم این برداشت اشتباه خودشون هست، به خاطر اینکه 4 نفر اومده بودن بد علی میگفتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم عصبانی شد و این یکی از اماکنی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم عصبانی شدن. ایشون در زندگی همیشه ما رحمت للعالمین از اخلاق و از بزرگواری های پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتیم. ای کاش دوستان و برنامه سازان بتونن در جناب مولانا دهقان قراره که برنامه‌ای داشته باشن که اشک‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم، اماکنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا اشک ریختن. خیلی مهمه این مواقف ما باید اینا رو بیان بکنیم. و جاهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عصبانی شدن، کی عصبانی می شدن؟ وقتی که حقی از حقوق الله پایمال می شد. آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از قریش، یکی از زنان بزرگ قریش دزدی کرده بود، گفتن یا رسول الله دست اینشون رو قطع نکنید. واسطه شدن تا دست یک اشراف زاده، یک آقازاده قطع نشه. امروز آقازاده ها که در ایران شتر رو با بارش میخورن، مقام معظم هم میگه که کشش ندید. رسول الله صلی الله علیه و سلم عصبانی شدن، گفتن امتهای پیشین بر اونا غضب نازل شد. به خاطر چی؟ به خاطر که وقت فقیری گناه میکرد مجازاتش میکردن، ثروتمندی گناه میکرد، اشرافزادهی گناه میکرد، مجازاتش نمیکردن. والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها. یکی از ائمه حدیث میگه وقتی این حدیث رو روایت میکرد گریه میکرد که آیا فاطمه دزدی میکرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرف رو زدن، اما به خاطر عظمت موقف اینو بیان کردن که والله اگر فاطمه دختر محمد هم دزدی بکنه دستشو قطع میکنن. این دین مساوات است. این دینی است که اشرافزاده و فقیر همه مساوی هستن با هم دیگه در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. نه اینکه پسر آقای خامنه ای اگر ثروت مملکت رو به غارت ببره کسی حق نداره بگه بالای چشم تو ابروست، اما یک جوان ایرانی به خاطر یک اعتراض باید در کهریزک بهش تجاوز بشه. اینه که ادعا میکنن حکومت عدل علوی رو دارن در ایران پیاده میکنن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جاهای عصبانی شدن. یکی از این عصبانیت ها وقتی بود که به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه امیر مؤمنان شیر خدا
بعضی اومدن بدگوییشو کردن که بالا علی در فلان غزوه این کار کرده اون کار کرده. به رسول الله برخورد. اولین جوانی که به رسول الله ایمان آورده، در دامن محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بزرگ شده، چطور دارید به شاگرد مدرسه من توهین میکنید؟ به کسی که من بزرگش کردم توهین میکنید؟ توهین به علی یعنی توهین به رسول الله. توهین به علی یعنی زیر سوال بردن تربیت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فرمودن من کنت مولا فآذا علی مولا. هر کس منو دوست داره، هر کس با من دوسته، هر کس من دوست اون هستم، علی رو دوست بداره، علی هم دوست او باشه. تا اون کینه هایی که در دلهای بعضیا ایجاد شده بود نسبت به علی به خاطر حق و عدالتی که علی مراعات کرده بود برطرف بشه. این یکی از مواقفی بود که سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم عصبانی شدن. به خاطر کی؟ به خاطر علی مرتضی، به خاطر شاگرد مدرسه نبوت که در خانه نبوت بزرگ شده، زیر دست رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شده. این شرف رو غیر از علی کی داره که در زیر دست محمد مصطفی بزرگ شده باشه؟ روز خیبر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند فردا شمشیر رو به دست کسی میدم که الله و رسولش او رو دوست داره و الله و رسولش اون رو دوست داره و او هم الله و رسول رو دوست داره. همه در انتظار این بودن که شمشیر به دست اونها داده میشه، اما این مدال افتخار رو به کی دادن؟ به علی دادن. تک تک صحابه این روش تربیتی رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت ساز بودن، شخصیت پرور بودن. مثل حکام و نظام های امروزی نیستن تا یک کمی ملت رشد بکنه سرش میزنن که خاموش بشه. خالد ابن ولیدی که 2 روز نشد ایمان آورده بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش مدال افتخار میدن، میگن سیف الله، شمشیر خدا. همین خالد رو بد میبینن. کسانی که بهترین خدمت ها رو به اسلام کردن بدترین انسان ها هستن در نزد رافضی ها. چرا خالد رو بد میبینن؟ چون شام رو آزاد کرده. چرا خالد رو بد میبینن؟ چون ایران رو آزاد کرده، عراق رو آزاد کرده، چون که به دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمت کرده. به ابوبکر لقب صدیق میدن، به عمر لقب فاروق میدن، به سعد ابن ابی وقاص که در احد تیراندازی میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ارمی فداک به ابی و امی، تیراندازی کن که با پدر و مادرم فدای تو ای سعد. سعد تا زنده بود افتخار میکرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از به من به کسی دیگه این حرف رو نزدن. این مدال هایی بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شهسواران و افسران اسلام دادن، به کسانی که در هر جای قرآن میخوانید یا ایها الذین آمنو. مصداق این آیه کی است؟ یا ایها الذین آمنو. قزوینی، خمینی، خامنه‌ای، این آخوندهای ولگرد قم. مصداق این آیه ها هر جای قرآن که یا ایها الذین آمنو، میدونید که خدا کی رو داره خطاب میکنه؟ علی، ابوبکر، عمر، عثمان، حسن، حسین، فاطمه، خدیجه، زینب، عایشه، ام کلثوم، رقیه، سعد، اصحاب پیامبر، اهل بیت پیامبر، کسانی که مصداقهای آیات قرآنی هستند در وصف مؤمنین. اینها بدترین انسان ها هستند در نزد شیعه. نمیگم همه شیعه، اون عده از شیعیان رافضی که فریب این آخوندا رو خوردن. با در قرآن کریم، در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احادیث صحیح در فضائل اهل بیت، تک تک اهل بیت داریم. تعداد روایات و احادیثی که ما از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، از حسن و حسین و امام محمد باقر در کتاب‌های احادیث اهل سنت است، بیشتر از اون تعداد احادیثی است که در 4 کتاب صحیح حدیثشون اینا بیان میکنن از اهل بیت. برید نهج البلاغه رو بخونید که پیرو به علی ما هستیم یا اینایی که ادعای شیعه علی میکنن که ما شیعه علی هستیم. برید نامه 52 نهج البلاغه رو بخونید که علی 5 وقت نماز میخوند یا 3 وقت نماز میخوند. ادعا اگر باشه، یهود و نصارا هم ادعا میکنن که ما پیرو عیسی علیه السلام هستیم. اما آیا دینی که امروز اینا دارن دین عیسی علیه السلام است؟ دین موسی علیه السلام است؟ به اینا امر کرده بود که 3 خدا بگیرید، به اینا امر کرده بود که به صلیب سجده بکنید.